من بالهامو ساختم. بال درون، متافیزیک، حال من، باورهای من، خودمراقبتی من و مهارت‌های کسب و کار آنلاین. حالا اقدام من چیه؟ من باید روزانه 2 ساعت، طرف میگه من صبح تا شب دارم جون میکنم، 7م گروه، 8م و 9م و 10مه. این آدم برای باورهاش، برای متافیزیکش وقتی نمیذاره. وقتی باورهات منفی باشه، فکرت مثبت نباشه، حالت خوب نباشه، خود مراقبتی نداشته باشی، آدم‌های دورت سمی باشن، قوانین کائنات آگاه نباشی، تمرینات باورسازی رو انجام ندی روزانه 2 ساعت، هر مهارتی حتی آنلاین هم به شما کمکی نخواهد کرد. پس بال درون 2 ساعت در روز کار میخواد. 2 ساعت در روز تمرین‌های بال درون باید شما داشته باشید. اقدام بعدی توی بال برون، حالا باید مهارت‌های حوزه علاقه استعدادت رو یاد بگیری. بستر مناسبت رو پیدا کردی، حالا مهارت‌های اون بستر مناسب رو باید یاد بگیری برای اقدامت. درسته؟ من باید برای حال خودم، فکر خودم، باورهای خودم و مهارت‌های کسب و کار آنلاین خودم باید وقت بذارم. نمیشه انتظار اتفاق رو داشته باشم، شرایط عجیب و غریب رو داشته باشم.